Nagi doktor همینجا آمده بودم 2010 کربالو медицинский помощь به نام کاریتاس اینترنشنالیس تاجیکستان. بعد همین من در مرکز آموزشی فریدون، مرکز آموزشی آکسفورد، مرکز آموزشی سامند با بریتیش سکول کار کردم. تو حاضر کار کردم. من معلمه انگلیسی در دوامی 10 سال یا 12 سال قریب شدم. من بسیار امکانیت داشته بود با امریکا، اما من نرفتم برای اونکه همینجا اول آب و هوا اینقدر خنک نیست، خیلی گرم نیست، با زندگی همینجا آسان است. تاجیکستان رو خیلی دوست می‌دارم. در دوامی 12 سال سه مرتبه من در فیلیپین رفته بودم. با طلبه‌های من گرینی دوست می‌دارم و آنها رو مرا دوست می‌دارند. با فکر من زبان تاجیکی این زبان خیلی زیبا است. اول پیش ای درس دادم. من تکرار میکنم به زبان روسی، به زبان تاجیکی. با اول من می نویسم. برای مثال من باید هستم، تو باید هستی، ما باید هستیم، آنها باید هستند. با من می نویسم، با ازیاد میکنم شبده، با پرکتیکا میکنم اگر روز باشد. با قسم نخت ما همچنین به زبان تاجیکی گراماتیکا تکرار میکنم. پرکتیکا اجرای یک بلشوی رول. من یک چیز را دیدم، بسیار کودکان به گندگی نمیفهمند. برای مثال جنگ میکنی، آنها نمیفهمند. اما اگر به خوبی گپ میزنند، برای مثال ای دختر جان، بچه جان، همین را نکن، همین را چه گپ بزیبا، گپ نزن رنگی، همین آنها میفهمند. همین کودکان باید خوش رو گپ زن، کتی کودکان باید خوش رو گپ زن، با آنها باید همین کمتر رنگی مادری دویم یا پدری دویم اگر معلم باشد همین گپ میزنند، برای اینکه به گندگی آنها هیچ نمیفهمند. درباره تالنتی بچگانی تاجیک یا دخترانی تاجیک، آنها گرین بسوادند، تالنت بسیارند. با بسته ای معلمه یا مگوس کزد با بسته ای معلمه، برای اینکه اگر شما دستگیری میکنند آنها تست یاد میگیرد همین زبان انگلیسی. برای اینکه یک چند قاعده گراماتیکای انگلیسی به زبان روسی ندارند، اما به زبان تاجیکی هست. برای مثال دوامدار به زبان روسی ندارند، دوامدار به زبان تاجیکی دارند. اگر معلم خوش رو میفهمند، طلبه خیلی تست یاد میگیرد.